خسته کش میزنیمت. یعنی امتحان کن تا صبح میزنیم 1000 تا 2000 تا لهت میکنیم. باور نمیکنی؟ کثافت. منو نگاه کن. کثافت. این اولین تجربه‌ام از شیوه بازجویی‌ها در زندان‌های ایران است که سالها پیش در فضای اینترنت دیدم. این تصاویر کم کیفیت بازجویی‌های باند سعید امامی از مأموران بلندپایه وقت وزارت اطلاعات ایران بود. آنها به اتهام قتل نویسندگان و دگراندیشان منتقد حاکمیت در سال 77 بازداشت شدند. بعد از مدتی این مأموران بازداشتی توسط باندی دیگر از مأموران امنیتی مورد خشن‌ترین بازجویی‌ها قرار گرفتند. خیلی ساده باشیم که زرقاری به کف پات وارد کنیم، زرقاری به جیگرت وارد کنیم و جیگر گوشت. منبع انتشار این تصاویر که بخشی از شیوه بازجویی‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد تا به امروز نامشخصه. بازجویی‌های هولناک و فراقانونی که با ضرب و شتم و تحقیرهای جنسی و غیر اخلاقی متهمان همراه بود. من وحید پوراستاد، روزنامه‌نگار و دانش آموخته حقوق هستم. 2 بار در ایران بازداشت شدم. 1 بار در سال 82 و بار دیگر در سال 88. در این بازداشت‌ها اولین بار و به طور مستقیم بازجویی در زندان‌های ایران رو تجربه کردم. بازجویی‌هام سخت و طولانی همراه با فشارهای روحی و روانی بود. اما شبیه اونچه که در تصاویر بازجویی باند سعید امامی دیده بودم و انتظار داشتم نبود. در این مستند برای شنیدن تجربه‌های مختلف از شیوه بازجویی‌ها در ایران به سراغ افرادی رفتم که از 2 ماه تا 14 سال در زندان بودند. بردم بیرون 2-3 نفری تا جایی که میتونستن کتک خوردن. نرگس آوردن زندان مردانه شتاباد. فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه برگرد. اسم مادران پارک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم. با کی رابطه جنسی داشتی؟ چیکار میکردیم؟ و با جزئیات میخواستن. 54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن. خوبیت روی این بازوی چیز گفت من استالین هستم. پس از اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هزاران نفر به خاطر اعتراض به نتایج انتخابات بازداشت شدند. در موج بازداشت فعالان سیاسی مدنی و روزنامه‌نگاران من نیز در همان سال بازداشت شدم. بعد از آزادی تماس‌های بازجو قطع نمی‌شد. سایه بازجو رو همچنان احساس می‌کردم. کشورم رو ترک کردم. همانند برخی که بعد از تجربه‌های تلخ بازجویی از ایران خارج شدند. مدیار سمی‌نژاد وبلاگ نویسی بود که در سال 83 بازداشت شد و پس از تحمل 21 ماه زندان مجبور به ترک ایران شد. او روایتی تکان دهنده از دوران بازجویی‌های خود داره. شروع بازجویی من با سیلی بود. من رو به دیوار نشسته بودم. تقریبا 7-8 نفر پشت سر من بودن که یکی اومد زد، یه فوشی داد، رفتش دونه دونه همینجوری میمدن. انقدر اومدن سیلی زدن به من توی نیم ساعت، پشت سرم از پشت میزدن، میمد کنارم وای میساد میزد که من بینی و دهنم خون اومد. او دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری بود که در یکی از پست‌های وبلاگیش
خبر بازداشت 3 وبلاگ نویس رو منتشر کرده بود. اومده بودن تو خونه، گفتن که وارد وبلاگت شد. گفتم چرا؟ اینها گفتن این خبر باید عوض کنی، که بزنی که این 3 نفر به خاطر شرکت توی مجموعه پارتی با مشروب بازداشت شدن، به خاطر اینجور چیزا، که بعدش هم بنویس که منم یه مدت نیستم. ضرب و شتم زندانی با مشت و سیلی و لگد و ضربات ناگهانی با اجسامی مانند پرونده بر سر و صورت از جمله مواردیه که بارها از سوی زندانیان سیاسی روایت شده. اومدن دور سر من حوله پیچیدن، حوله خیس. بعد دستم و پامو پلاستیک گذاشتن، به پلاستیک فریزر رو آورده بودن تو هر کدوم. اینا چیکار دارن میکنن اینا؟ دست منم از پشت بستن و پامم بستن با پابند. اول منو زدن، بعد یه چیزی به من میزدن، انگار شوک بود، شوک الکتریکی بود که سر من یه سوت خیلی دردناکی میکشید. از توی اتاق بازجویی یک صدای داد و فریاد یک نفر، اونم خیلی غیر عادی. بچه‌ها پرسیدم که کدومتون بودید دیشب توی بازجویی؟ که یکی از بچه‌ها به نام حسین بود اسمش، گفتش که من بودم. گفتم که چی شده بود؟ گفتش که بله کاسه نجاست آورده بودن و می‌خواستن بخوردن هم بدن. تا شب شد و دقیقا همین اتفاق واسه خودم افتاد. همین اتفاق واسه خودم افتاد. قابل توصیف نیست. باورم نمیشد این کار بکنم. اصلا میگم حتی اون روز که داشتم فکر میکردم که وقتی شنیدم، تصورم نمیتونستم بفهمم، درک نمیکردم اصلا میشه میگه همچین کاری کرد. به خاطر اینکه مثلا چند نفر بگی کی هستن، همکاری کنی باشون، چیزایی که میخوام بنویسی، چنین کاری اصلا باورم نمیگنجید. ولی خب الان میدونم میتونن همه کاری بکنن. یکی از شیوه‌های بازجویان برای تحت فشار قرار دادن متهم و اعتراف به اون چه که اونها میخوان، متهم کردن زندانی به داشتن رابطه جنسی با دیگرانه. یه شب یه اتفاق خیلی عجیب افتاد. توی اتاق بازجویی بند 2 الف یه 6 تا اتاق بازجویی روبرو همه. بعد خیلی شبا میشد که چندین نفر یا همه اتاقا پر بود و بازجوهای مختلف داشتن بازجویی میکردن. 2 نفر بودن که دوست بودن با هم، تو 2 تا اتاق مختلف بودن. این 2 نفر رو که 2 تا اتاق مختلف بودن میزدنشون که اعتراف کنن که با هم دیگه رابطه جنسی داشتن. این واقعا انگار اصلا یه چیز ثابت بود توی بازجویی ها. با کی رابطه جنسی داشتی؟ چیکار میکردیم؟ و با جزئیات میخواستن. در زندان‌های جمهوری اسلامی تا به امروز بیش از 10 مورد مرگ در زمان بازجویی ثبت شده. یکی از مشهورترین پرونده‌ها در این زمینه در گذشت زهرا کاظمی در دوره دادستانی سعید مرتضوی است. زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی ایرانی تباری بود که به اتهام عکاسی از تجمع خانواده‌های دانشجویان زندانی در مقابل زندان اوین در تیر ماه سال 82 بازداشت و بعد از چند هفته خبر مرگ او اعلام شد. مرگ بر اثر خونریزی مغزی ناشی از ضربه مهمترین نتیجه گزارشی بود که کمیته منتخب محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران اون رو اعلام کرد. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی میگوید که به هنگام بازجویی در دادستانی
به ویژه از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ساعت 6 صبح روز بعد یعنی روز ششم حالش وخیم شده و به علت خونریزی مغزی به کما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. قاضی مرتضوی باید پاسخ دهد چرا حکم بازداشت او را صادر کرده است. فراتر از این همه باید معلوم شود چرا فردی را به عنوان دادستان تهران انتخاب می‌کنند که به چیزی جز دستگیری و بازداشت افراد و اخذ اعتراف از آنان نمی‌اندیشد و برای فعالان سیاسی و مطبوعات هیچ حقوقی قائل نیست. انگشت اتهام به سوی این چهره سعید مرتضوی دادستان وقت تهران نشانه رفت، اما در مقابل رئیس وقت قوه قضاییه او رو مسئول رسیدگی به پرونده کرد. اولین بازداشتم در سال 82 عصر همان روزی بود که خبر مرگ زهرا کاظمی اعلام شد. بازجویی‌ها برای اتهامی نامشخص بود، چون سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بازداشت من و همکارم حسین باستانی رو به ابزاری برای بازخواهی تبدیل کرده بود. سعید مرتضوی برای تبرئه خودش از اتهام قتل زهرا کاظمی از مدیران روزنامه یاسنو خواسته بود در قبال آزادی ما تیتری بزنند که مرگ زهرا کاظمی زمانی بوده که او در بازداشتگاه امنیتی اوین قرار داشته، نه زمانی که در اختیار دادستانی تهران بوده. من و همکارم پس از تحمل 11 روز سلول انفرادی از زندان آزاد شدیم و برخلاف تأکید دادستان تهران که از ما خواسته بود کار روزنامه‌نگاری رو کنار بذاریم، از زندان اوین مستقیم وارد روزنامه یاسنو شدیم. در چند دهه گذشته فعالان جنبش دانشجویی در ایران نیز زیر فشارهای مختلف بازجوها قرار داشتند. مهدی امینی زاده عضو سابق بزرگترین تشکل دانشجویی ایران به نام تحکیم وحدت در موج بازداشت‌های بعد از اعتراض‌های دانشجویی سال 82 بازداشت شد. اومد گفت که میدونی از قاتل چجور اعتراف میگیرن؟ گفتم نه. از آب سرد کن رفت یه پارچه آب آورد، مثلا اومد ریخ رو سر صورت منو خیس کرد، شروع کرد مثلا سیلی زدن. دیگه تا صبح همین مسئله ادامه داشت. یعنی هر مثلا نیم ساعت یه ساعت یه بار می اومد خیس میکرد صورت منو با آب سرد، بدن و صورتمو خیس میکرد و شروع میکرد ضرب و شتم کردن. تیم بازجویی من عوض شد. فردی گفت که من بازجوی جدید تو هستم. فلسفه ایستادن توی انفرادی اینه که باید کسی که تو بازجویی میسته باید وایسته که همه ببینن وایستاده. و اینجور بود که 54 ساعت متوالی منو سر و پا نگه داشتن. محمد امین هادوی از زندانیان سیاسی بعد از سال 88 در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت بازجوها در برخوردهای خودشون احساس خدایی می‌کنند و بعضی از بازجوها در ضمن بازجویی در جواب متهم که نام خدا رو بر زبان می آورده میگفتند در اینجا خدا من هستم. خودش رو بازجو قادر مطلق نشون میداد. به این معنا که من مهمترین فرد یا تنها کسی هستم که در مورد تو میتونم تصمیم بگیرم. قاضی هر چی من بگم اونو عمل میکنه و حتی گاهی اوقات میگفت که خب آقای مرتضوی خیلی مقامش از ما پایین تره. ما که تصمیم میگیریم مرتضوی چه کار کنه چه کار نکنه. ما مستقیم با رهبری در تماسیم. بازجوها در مراحل مختلف بازجویی با فشار به دنبال سناریوی الغایی خود بر مهدی امینی زاده بودند تا او رو وادار به اعتراف دروغین کنند. گفت که ما همون کسایی هستیم شما بهشون میگید باند سعید امامی هر کار دوست داشته باشیم میکنیم و یه تیم از جلادای اینجا رو میذاریم بالا سرت که خوردت کنن. دادگاه محرمانه برات برگزار کردیم اینجا. تصمیم گرفتیم که صابر رو اعدام کنیم، رحمانی و علیجانی رو ابد میدیم. تو هم در اون دادگاه به 15 سال محکوم شدی. الان یه جوان با موی سیاه میری داخل زندان و یه پیرمرد با موی سفید از زندان برمیگردی. خود تصمیم بگیر تا فردا 24 سال من بهت مهلت میدم و فکر کن راجع بهش. ولی این دفعه اگه
ما به نتیجه نرسیم 3 شب متوالی بیدار خوابیت میدیم، با این تفاوت که اجازه نمیدیم که بری دستشویی. مهدی امینی زاده پس از آزادی در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران نوشت تحت شکنجه‌های مختلف بازجوها مجبور به پذیرش سناریوی اونها و شرکت در اعتراف تلویزیونی شده. نیمه‌های شب اول مرداد ماه هم بازجو مرا از اتاق بازجویی به حیاط زندان برد و با قرار دادن در مقابل دیوار صحنه اعدام را برای من ایجاد کرد و بعد هم با تهدید من به مسائل جنسی و قتل گفت اینجا زندان اوین است و چند صد متر آن طرفتر بند جوانان زندان اوین است. آیا فلانی خاطراتش از بند جوانان را برایت تعریف کرده است؟ و ادامه داد که میفرستمت به بند جوانان تا کاری باهات بکنند که یک شب به اندازه 10 سال پیر شوی و بعد هم به یک اوباش میگویم که از سقف آویزانت کند. و آن وقت من که تو را نکشتم، یک اوباش تو را کشته است. و بعد هم مرا اینقدر در انفرادی رها میکنند که التماس کنم از من بازجویی کنند. و برای اعتراف 24 ساعت به من فرصت داد. برخی از زندانیان سیاسی که تجربه زندان در دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی رو دارند، بازجویی‌های دهه 60 رو بیشتر متکی بر ضرب و شتم توصیف می‌کنند. بازجویی‌های دهه 70 دهه 60 بهتره، زنداناش بهتره، بهتره باید همینجور باشه. دهه 80 بهتره. من تو یک نکته نباید فراموش کنیم. اصلا زندانی دهه 70 و دهه 80 نباید زندان بره. اگه زندانی دهه 60 هم نباید اونجور مجازات میشد. شما اومدی مقاله نوشتی، روزنامه‌نگار بودی اومدن گرفتن، وبلاگ نویسی گرفتن، مبارزه علنی کردی و حتی تو انتخابات شرکت کردی، رأی دادی اومدن گرفتن، به 5 سال 6 سال 10 سال زندان دادن. تقی رحمانی فعال سیاسی است که حدود 1/3 عمر خودش رو در زندان گذرانده. او در 52 سالگی در کشاکش فشار مجدد بازجوها و حکم زندان 7 سالی که آماده اجرا بود، مجبور به ترک ایران شد. یه اصلی وجود داره، اینا میگن هر کسی که دستگیر میشه گناهکاره. در نظام اسلامی کسی که دستگیر میشه گناهکاره. حالا اگر در حق یک گناهکاری خورده اجحاف هم بشه اشکال نداره. از طرف هم حفظ نظام که اوجب واجبات. این نگاه در آقای لاجوردی در اوج بود. آقای لاجوردی میگه اسلام زندان نداره، همین که زنده اید برید خدا رو شکر کنید. میدونیم که عفو معمولا شامل محکومین میشه. این بود که من عرض کردم از گروهک ها هیچ کس در 22 بهمن عفو نخواهد شد. دهه 60 خب فشار می آوردن برای کارهای کرده، ولی دهه 70 و 80 و تو شکنجه سفید فشار می آوردن برای کارهای نکرده. رضا علیجانی فعال سیاسی است که مثل تقی رحمانی سالهای طولانی رو در زندان گذروند. فشار و تهدیدهای مکرر بازجوها او و خانواده‌اش رو هم مجبور به ترک ایران کرد. یه بازجویی بود که یه بار این آمده بود ایران فردا. من قیافه‌شون ندیدم ولی صداشو میشنیدم. و یکیشون بود خیلی هم چیز بود و اینا. من گفتم شما این استالین دارین برخورد میکنید فلان. این نگوین همین بازجویی است که بعداً هم اومد پاشو یه شبی که بود برای بازجویی از این صندلی‌های بازودار هست تو امتحانات میدن. یه دفعه دیدم یه کسی یه کت مانندی مثلا استالین یا مثل رضا شاه یه چیزی مینداخت دوشش. خب من مثلا دوزکی میدیدم، دیدم یه چیزی اینجوری انداخته ولی یه نیمچه خودشم نشون میده که من اینو ببینم و یه چکمه پوشیده، چکمه‌شو از پشت آورد کوبید روی این بازوی چیز، گفت من استالین هستم. در شکنجه سفید بازجوها تلاش میکنند تا باورها و آرمانهای قربانی رو نابود و زندانی رو از هویت و شخصیتش خالی کنند، بدون آنکه در ظاهر آثار شکنجه فیزیکی بر بدن متهم بر جای بمونه. شکنجه سفید در واقع اینه که شما یه سناریویی بازجو درست کرده و میخواد هر کسی بیاد نقش خودش رو اون سناریو به عهده بگیره و بازی کنه. من اسرائیل نرفتم، باور کنید اسرائیل نرفتم. من اسرائیل نرفتم. خب اگر ما یه کاری کردیم که رفته باشی چیه؟ اصلا تا به حال اسرائیل نرفتم. میریم، ما میفرستیم.
باور کنید من این بازجویی‌ها رو 5 دقیقه بیشتر ندیدم. هیچ کدومش طاقت ندارم بیشتر ببینم. یکی از وحشیانه ترین بازجویی‌ها وقتی طرف بلند میشه اول قبول نمیکنه، بعد میگن بعد 20 دقیقه فکر کرد. این فکر کرد یعنی کاب خورد. من میدونم 20 دقیقه فکر کرد یعنی چی. اون کابل است. او که به قول معروف کابل هم بدترین شکنجه است. چون وقتی شما کاب میخوری و کف پات میزنن بعد از چند ضربه تا مغز استخوان تو میسوزه، درد میگیره. همه تکنیک‌های شکنجه پیشرفت کرده، ولی این پیشرفت نشون میده که خب اون طرفش هم پیشرفت کرده. یعنی همیشه اراده انسان برتر از اینا بوده. در سالهای گذشته برخی از زندانیان سیاسی شهادت دادند در مواردی همسران زندانیان از سوی بازجوها بازداشت شدند و یا فرزندان متهمان رو احضار کردند تا اونها مجبور بشند برای نجات نزدیکانشون اون چرا که بازجوها میگن انجام بدن. یه مدت یه سلولی بودم تو 2 الف، این یه سوراخ کوچیکی داشت، من اینو کاویدم و بیرونو میدیدم و یه روز دیدم یه خانم اومد رفت. که سخت‌ترین دورهای بازجویی دهه 70 من این بود که نرگس آوردن زندان مردانی اشتباهات. من گفتم این یا نرگس یا خانم منه. یعنی نرگس 9 روز بازداشت شد و اومد همون زندانی که مردها بودن و یه سر دیگه جلوم سوراخه بودن. در اونجا نرگس با من مواجهه کردن. یه بار اومد رفت چشمندش که برداشت دیدم فیروزه است، خواهر هداست. و برای من خیلی سوال بود که نرگس چرا باید تو زندانی باشه که تو زندانبانش مرده. شریف پسر هدا رو بیرون گرفته بودن، تو ماشین خود زده بودن، صداش هم اونجا ضبط کرده بودن. یه گروگان گرفتن چند ساعت دیگه که صدای شریف رو ضبط کردن، صداش آوردن برای هدا. ولی من چند مورد دیدم بخصوص در مورد زندانیان مجاهد که بازجوها زن شوهر از هم جدا کردن و بعضی از این بازجوها با این خانم‌ها ازدواج کردن. برای اینکه همسر این بانوی 35 ساله رو به زانو در بیارن 45 روز این زن رو بردن تو سلول انفرادی. از ساعت 10 شب تا 4-5 صبح از او بازجویی کردن و وقتی من با این زن صحبت میکردم میگفت از 10 شب تا 4-5 صبح اینا 5-6 نفر بودن دست به بدن من میکشیدن. میگفتن لحظه هایی که شما با همسرت هم بستر میشی ریز بریزش رو برای ما بگی. این در یک نظام اسلامی داره صورت میگیره. علاوه بر این شیوه بازجویی برای فشار بر متهمان، زندانیان سیاسی سلول انفرادی رو یکی دیگه از مهمترین اهرم‌های فشار بازجوها در دوران بازجویی میدونن. این واژه‌ای که اینجا آخر دنیاست، مثلا اینقدر میمانی تا موهای سرت مثل دندانت سفید میشه. این کلمه رو زیاد تکرار میکنه. مینداخت تو انفرادی، میرفت 3 ماه دیگه میومد، میرفت 40 روز دیگه میومد. این که مثلا میبرن شما بازجویی میکنن، بعد بازجویی میگن آقا برو تو بند، هر موقع حرف زدی بیا بگو بخوام با هم صحبت کنیم. یعنی که روش اشکنجه سیویل این که آب لمبو کنن به قول خودشون. یعنی میندازیم انفرادی، میریم 2 ماه دیگه 1 ماه دیگه میام، شما فقط اونجا هستین دیگه برای خودت. ضمن که اینا از انفرادی درس زیادی گرفتن و تجربه زیادی از انفرادی دارن. انفرادی برای استبداد جواب داده. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که روز 10 تیر ماه پس از 22 روز بازداشت آزاد شد به دلیل اختلالات عصبی ناشی از دوران بازجویی همچنان در بیمارستان به سر میبرد. نرگس محمدی همسر تقی رحمانی در یکی از بازداشت‌های خودش در سال 91 تحت فشار بازجویی‌های روحی و روانی و همچنین نگهداری در سلول انفرادی دچار فلج عضلانی شد. یه بار که بازجویی میرفتم از 7 تا پله با کمر سقوط کردم، چون من هم دستم و هم پام دچار فلجی میشد. تعادلم از دستم میرفت و زمین میخوردم. نرگس وقتی که دستگیر شد بسیار سالم بود، هیچ مشکلی نداشت.
کیانو دوبار اومد طرف نرگس بغلش کرد، آقا جداش کردن بر رفت. اون حالتی که مادر از این بچه کوچیک جدا بشه خیلی به لحاظ روانی سخته. معمولا اگه روشی هست در بازجویی که آدم‌ها رو میشکنن، یا مشکل جنسی داری، یا گروهت خائن هستش، یا اندیشت التقاطی که واسه با امپریالیستی 4-5 تا محور بیشتر نداره دیگه. بازداشت و زندان‌های پی در پی تغییر رحمانی و نرگس محمدی شیوه دیگری رو برای این خانواده 4 نفره رقم زده و اونها کمتر تونستند زندگی در کنار هم رو تجربه کنند. 14 اسفند سالگرد ازدواج من توست. 14 اسفند روز تولد دکتر مصدق است. همدن همین روز انتخاب کردیم. 14 اسفندهای طولانی تو در زندان بودی و با 14 اسفند دیگر تو در زندان. به یاد این روزها لبخندی بر لب دارم و خدای را سپاسگزارم، اما چشمایم در این شادی همراهیم نمی کنن. و عشقات دلنوشته‌ام را بیرنگ می کنن. از اینکه باز در حصارها به بند کشیده شدی دلم می سوزد. سهم تو در پرداخت بهای آزادی در این سرزمین چقدر خواهد بود؟ 15 سال زندان و باز هم زندان. زندان در دوره دهه 60 هنوز کف پاهایت حس کامل ندارد. ما باید بتوانیم با هم زندگی کنیم و باید با هم زندگی کنیم. کسی که زندگیش رو برای این راه گذاشت، برای حفظ وطنش گذاشت، 4 روز شکنجه شد، 4 روز سختی‌های زیادی کشید و پا به پای اون مادر ستار در این اتاق، همین جایی که شما می‌بینید، با او این سختی‌ها رو کشید. تقریباً از دهه 80 خورشیدی در روزنامه‌هایی که در اون مشغول کار بودم، هر وقت خبر یا عکسی از بازداشت تغییر رحمانی و رضا علیجانی منتشر می‌کردیم، نام و عکس یک نفر دیگه هم کنار اونها بود. هدی صابر. تصور این هستش که همه سلول‌های حیات از بین رفته. سرنوشت هدی صابر یکی از تلخ‌ترین رویدادهای فعالان سیاسی در ایرانه. بعد از درگذشت عزت‌الله صحابی از فعالان به نام سیاسی ایران، در تشییع جنازه او که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شد، حاله صحابی دختر عزت‌الله صحابی که پیشاپیش جمعیت عزادار عکس پدرش رو بلند کرده بود، با هجوم مأموران امنیتی بر روی زمین میفته. پس از اون که اون رو به بیمارستان میرسونند، خبر میرسه حالی صحابی از دنیا رفته. زنگ میشیم زنهای بی خاطره، بی حافظه، بی آرزو، ما زنگ میشیم. هدی صابر که همزمان با این اتفاقها برای چندمین بار در زندانه، با شنیدن خبر فوت حالی صحابی به همراه امیر خسرو دلیرسانی، دیگر فعال سیاسی زندانی، دست به اعتصاب غذا میزنند. کمتر از 10 روز بعد اعلام میشه هدی صابر هم از دنیا رفته. تا چه حد بازجوها نقش داشتن در مرگ هدی صابر؟ مثل که چی میگن یه نمیدونم میگم. بعد از درگذشت هدی صابر، 64 زندانی همبند او با انتشار شهادتنامه اعلام کردند در پی اعتصاب غذا هدی صابر رو به بهداری زندان بردند، اما او بعد از بازگشت به بند فریاد زده در بهداری نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتش نشده، بلکه مورد ضرب و شتم و توهین بازجوها هم قرار گرفته. تو خوب گمان زنی منه که بازجو نقش اصلی رو داشتن. هدی رو تیپولوژیش میدونستن اینا که هدی گفته من اعتصاب میکنم، یعنی واقعا هدی اگه مثلا گفته باشه تر، فقط مثلا روز 3 بعد اونجا یه چایی بخوره با یه دونه قند، اگه یه دونه قند دوتام نمیخوره. این میدونستن.
دوستان تلاش کرده بودن و نامه‌ای در اومد که هدا اعتصابشو بشکنه. هدا برای بعضی از مسن‌ترهای جریان خیلی احترام قائله، ولی این که قبول نداشت و اونا این نامه رو به هدا ندادن. چند بار اونجا اومدن گفتن که ما به هدا حکم اعدام دادیم و بعد اون مسائل رخ داد و نهایتاً توی 350 به اون شکل فجری در واقع اون اتفاق افتاد. من فکر می‌کنم همون کاری که انجام می‌خواستن انجام دادن. خب رفت اونجا ضرب و شتم کردن. با وجود گذشت سالها، تأثیر بازجویی‌ها با شدت و ضعف‌های مختلف در جسم و روح ما همچنان وجود داره. به ویژه وقتی اینجا هزاران کیلومتر دورتر از ایران میشنویم بار دیگه متهمی زیر فشار بازجویی جانش رو از دست داده. گفته فوت کرده، گفته علت فوتش چی بوده، گفته خفه شو، تو دهن شوهرم زدن گفتن خفه شو، حرف نزن، فقط ما میپرسیم. الان میگم بیایید ببریدش از سردخونه کهریزک، با ما هماهنگ کنید، برید قبر بخرید. در تابستان 88 نیروهای امنیتی حکومت در موج گسترده بازداشت‌ها بیش از 140 نفر رو در اعتراضهای خیابانی بازداشت کردند. اونها به دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به بازداشتگاهی به نام کهریزک منتقل شدند. بازداشتگاهی که در اونجا مجرمان خطرناک نگهداری می‌شدند. برای اونها ساخته شده. اصلا جیره غذایی که اونجا میرفته برای اون مخاطبی که گفتم اراذل اوباش بودن برای اونها بوده. افرادی که از کهریزک جان سالم به در بردند داستان‌های هولناک از مأموران و بازجوهای این بازداشتگاه نیروی انتظامی روایت می‌کنند. مسعود علیزاده یکی از این افراده. او در یک بنگاه معاملات مسکن کار می‌کرد و هیچ فعالیت سیاسی نداشت. مسعود علیزاده جزو کسانی بود که در خیابان بازداشت و به کهریزک منتقل شد و مورد شدیدترین آزارهای جسمی و روحی قرار گرفت. بردم بیرون 2-3 نفری تا جایی که میتونستن کتک خوردن. بعد استوار خمس‌آبادی با یک لوله پی وی سی خیلی بلندی اومدش شروع کرد به کتک زدن من. بعد بردن جلوی در رو پابند زدن، پا آویزونم کردن. رضا ذوقی هم یکی دیگر از افراد بازداشتی در کهریزک بود که شاهدی بر اتفاقهای روی داده در این بازداشتگاه است. رضا اون شب من واقعا خودم یعنی که بدترین شبای زندگیم تو عمرم همون شبی بود که اومدن منو به شدت با کتک و چک و لغت زدن و بردن پشت. اونجا شما تو بودید. تمام اون ناله‌هایی که می‌کردی، تمام اون جملاتی که میگفتی میامد، ما نمی‌دیدیم ولی صداهاش میامد. با پابند آویزونت کرده بودن، با لوله زدنت رو نمی‌دیدیم. اومدی تو، ولی تو چجوری با قفل تو سر، قفلی که به این بزرگی بود میزد تو سرت. بعد موقعی که کارش تموم شد کشید دم در، جوفو اومد روی گلود. چهره‌تو من یادمه که کبود شدی، سیاه شدی. خب اینا خسته شدن. یه چیزایی که واقعا دست کشیدن از کتک زدن من از خستگیشون بودش. وگرنه اگه خسته نمی‌شدن تا 1 ساعت من نمی‌زدن، حتی ممکن من انقدر بزنم من بمیرم اونجا. توی کهریزک 3 تا از بچه‌ها کشته شدن. باورت نمیشه. خود من شخصا میگفتم اگه تو اون لحظه میگفتم اگه کسی از بین ما بخواد از این دنیا بره، اون شخص کسی نیست جز مسعود علیزاده. چون با چشمای خودم داشتم میدیدم که به چه شکلی اون محمد تیفیل حالا بیرون که حدود 5 سال پیش من آویزون کرده بودن هنوز دور پاهم هستش. اینا جای پابندایی که من آویزون کردم پاهمم تو رفتگی داره. اینا جای تمام لوله‌های اون پی وی سیه که بعد از 5 سال هنوز روی بازوهای من هستش یا روی ساعدم هستش. اینا تمام جای اون لوله‌های پی وی سی که تو دستم واقعا ترکیده بودش. یا خودم سرم هست یا دندونم الان رفته عقب به خاطر این سیاه شده.
بر اساس گزارش کمیته تحقیق مجلس هشتم، افراد بازداشتی در بازداشتگاهی فاقد هر گونه امکانات بهداشتی، غذایی و آشامیدنی، شرایط بسیار سخت و بد آب و هوا رو در گرمای تابستان تحمل کردند. این شرایط در بازداشتگاه کهریزک مرگ 3 جوان رو در پی داشت. از قبل از این که ما سوار اتوبوس بشیم که ما رو انتقال بدن به اوین، کلا هممون اکثرا خوشحال بودیم که از جهنم کهریزک داریم میریم بیرون. ما رو سوار اتوبوس کردن، امیر تو صندلی جلوی من بود. واقعا حال خیلی بدی داشت، واقعا حالش بد بود. یعنی اینو من چون پشت سرش بودم داشتم میدیدم. امیر جوادیفر در مسیر انتقال از کهریزک به زندان اوین و محمد کامرانی و محسن روح الامینی بعد از انتقال به بیمارستان جان خودشون رو از دست دادند. خودشو به در دیوار میزن. باز کردیم جواب ندادم. خودیدم بی حرکت بایستادن. اما بلند شدیم داد و بیداد کردیم. مجبور شدم اتوبوس رو نگه دارم. 4 نفری من امیر رو با کسی که بغل دستش تو دست بندش بود بردیم کف خیابون. مسعود یکی بچه‌هاش تنفس داد، فقط خون آورد بالا، گفت تموم کرد. مسعود به خدا فکر کردم به اون صحنه ها، به خاطراتش خیلی سخت داره. من دیگه نمیتونم. مسعود کاشکی منم میمردم. در 2 دهه گذشته بازجویی فعالان سیاسی و مدنی در ایران تنها به اتاقهای بازجویی محدود نمونده. بیرون زندان هم خانواده اونها تحت فشار بازجوها قرار گرفتند. اکرم نقابی هستم، مادر سعید زینالی که سال 78 23 تیر 78 توسط وزارت اطلاعات از خونمون 3 نفر بودن اومدن خونمون، سعید منو با خودشون بردن. 18 تیر فرزند دانشجوی این مادر رو بردن و امروز که 15 سال از این ماجرا داره میگذره او رو سرگردان کردن، همه جا بردن آوردن. من میخوام بگم این توهین به انسانیته. 88 یه بار بازداشت شدم بابت سعید که به خاطر اینکه نباید پیگیری کنم آزاد شدم. دوباره 89 شب ریختن خونه 10 نفر اطلاعاتی، دخترم و خودم و خونمون رو بازرسی کردن. یه سری مدارک برداشتم با ما بردن اوین. من 2 ماه بند 209 بودم، دخترم 17 روز بود. تو بازجویی میگفتن نباید پیگیر سعید باشی. بعد 12 سال دنبال استخون اومدی. ممکنه می‌خواستیم ضربه داخل خانواده منتقل نشه. در اون صورت مجبوریم هم مادرت رو دستگیر کنیم، هم زنت رو دستگیر. مادر رو بگیریم پیرزنم، هم پیرزنم، هم پیرزنم. به خواهرم میگفتن تو با ما همکاری نکنی مادرتو نمیذاریم ببینی، نمیذاریم در بیاد. به مادرم هم همون میگفتن یه همکاری نکنی، مصاحبه نکنی، چیزی رو که ما میخوایم نگی. خانوادت هم میاریم اینجا، یه پسر دیگه داریم میاریم، دخترت هم نمیذاریم دیگه بره بیرون. بعد اینکه سعید رفت آقا مکار بیکار کردن. من خودم تو کارمند بودم تو وزارت صنایع. به خاطر مسائلی که وارد ما وسایل سیاسی کردن اجازه کار تو جای دولتی ندادن. زندگیمون متلاشی شد. فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه برگرد. یکی دیگر از مادرانی که بعد از انتخابات سال 88 زندگیش تغییر پیدا کرد، ژیلا مهدویان بود.
بازداشت پسر جوانش حسام در اعتراضهای خیابانی بعد از انتخابات سال 88 موجب شد زندگی این خانواده هم تغییر بکنه. و طراحی و سازمان یافتگی این جرائم. بازجوها اجازه تماس بین حسام و خانواده‌اش رو ندادند. پدر و مادر حسام پسرشون رو اولین بار بعد از بازداشت در دادگاه معترضان به نتایج انتخابات که تلویزیون دولتی ایران پخش می‌کرد دیدند. در همین جلسه قرائت می‌گردد. حسام ترمسی 1 سال بعد از زندان آزاد شد. 2 ماه بعد از آزادی او، هنگامی که از مسیر کارش به منزل برمیگشت، چند نفر با سلاح سرد به او حمله کردند. اومد خونه، دیدم که بدنش زخمیه و لباس سفید پوشیده بود. گفتم چرا لباست اینقدر کثیفه؟ گفت بهم حمله کردن. بعد از چند روز حسام هی میگفت مامان تنم درد میکنه، فکر میکنم سرما خوردم. یه روز دیگه تبش خیلی شدید شد، با تب 42 درجه من بردمش دکتر و دکتر ازش آزمایش گرفت و بهش پنیسیلین زد و ولی اصلا تبش پایین نیومد و دکتر گفت این خیلی مشکوکه که اونجا دکترها آزمایش‌های خیلی بیشتری ازش گرفتن، آزمایش خون گرفتن و فهمیدن که یه سمی تو بدن حسام هست که همین باعث میشه تبش پایین نیاد و اونجا به ما گفتن که 90% از کبد حسام از بین رفته در عرض همین چند روز. دکتر تقریبا از حسام قطع امید کرده بود. حسام 4 روز در کما بود و به خواست خداست که حسام زنده موندش. ارتباط ضاربین با مسئله بازداشت حسام مشخص نیست، اما ژیلا مهدویان این اتفاق رو مشکوک میدونه. داستان این خانواده هم به همین جا ختم نشد. بعد از مدتی مأموران ژیلا مهدویان و دختر جوانش مریم رو هم بازداشت کردند. ژیلا مهدویان در زمان بازداشت پسرش حسام با گروه مادران پارک لاله آشنا شده بود که یکی از اهداف این گروه دیدار و همدردی با خانواده‌های آسیب دیده و داغدار بود. میخواست که ما اسم مادران پارک لاله رو بنویسیم و بنویسیم که تو این جلساتی که میرفتیم خانواده اونایی که کشته شده بودن یا آسیب دیده بودن چه صحبتایی میکنیم، چیزی رو که اونا میخواستن ما باید امضا میکردیم، مینوشتیم. ژیلا مهدویان بر این باوره که بازجوها با بازداشت مریم دخترش میخواستند از این راه به او فشار بیارن. بازجو بده به من میگفتش که من میدونم مریم و الناس هیچ کاری نکردن و ما فقط اون آوردیم، مریم آوردیم که بخوایم از شما اعتراف بگیریم و مدام به من میگفتش که مریم رو تو زندانی کردی، تو باعث شدی مریم اینجا بیاد و حالا خودت بعد آزادش کنی، از دست ما هیچ کاری بر نمیاد. مریم بعد از 2 هفته و ژیلا مهدویان بعد از 2 ماه از زندان آزاد شدند. دادگاه انقلاب هم 2.5 سال حکم برای مریم و 5 سال زندان برای ژیلا مهدویان صادر کرد. همین حکم موجب شد اونها هم مجبور به ترک ایران بشند. موقع مصاحبه با ژیلا مهدویان او همچنان نگران پسرش حسام بود که در ایران باقی مونده بود. چند هفته بعد از دیدار ما با ژیلا مهدویان، او در صفحه فیسبوکش خبر از رسیدن فرزندش حسام به آلمان رو داد. بعد از چند سال دوری از او. در تمام سفرهام برای شنیدن تجربه بازجویی افرادی که سابقه 2 ماه تا بیش از 14 سال زندان رو داشتند، در پایان گفتگوها 1 سال مشترک رو پرسیدم. چه حسی به بازجوهاتون دارید؟ الان من هیچ کینه‌ای واقعا ندارم. یه حالت نفرتی دارم ازش. نمیشه گفت کینه که مثلا بخوام حتما اگه تو اون شرایط قرار بگیرم بهش آسیب بزنم.
خیلی سخت است اینکه هیچ احساس خوبی ندارم بهشون، اینکه بگم واقعا مثلا ناراحت نیستم، دلرنجه نیستم، نه خیلی هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم که چی کار کردن. حسینی بازپرس پرونده کیزک که تو سازمان قضایی بودش، یه روز برگشت به آقای خمس‌آبادی که من شکنجه کرده بود، برگشت من گفت آیا شما حاضری مثلا ایشونو شکنجه کنی، آویزون کنی، بعد مثلا بزنیش؟ من گفتم من هیچ وقت همچین کاری نمی‌کنم، چون بعد یه فرقی بین من و ایشون باشه. ما چون اهل خشونت نیستیم و نمیتونیم کینه کسی به دل بگیریم، ولی خب خیلی آزرده شدیم، خیلی صدمه دیدیم و کلا زندگیمون خب از هم پاشیده. حسش نمیدونم چجوری بگم، حس نمیشه جواب خوبی داد. حس خیلی بدیه، خیلی بده. وقتی که بازجوها تو خانه میگشتن هر چی میخواستن با هم بزنن اینا و من میگفتم مثلا ماری بچه هاست اینا، من احساس کردم علی یه لحظه احساس ضعف کرد، اومد جلوی با یکی از این بازجوها، ما یه پسر خاله‌ای دارم تو قزوین اسمش عباس، اومد گفت عمو عباس ما خیلی قویه، اگه اونجا بود الان شما رو بیرون میکرد. این جمله علی که احساس میکرد که ما چقدر ضعیفیم و تو اون خانه که اون هر کاری دلشون میخواد میکنن، میگفت اگه اون عمو عباس ما بود نمیذاش، اون قوی بود نمیذاش شما، کلمه قوی هم قوی، اون خیلی قوی بود نمیذاش شما هر کاری دلتون میخواد بکنه. این چیزا همون چیزای استبداد است دیگه، تو ذهن آدما میشینه، کینه ایجاد میکنه، طبیعی هم هست، عقده ایجاد میکنه، هی خشونت باز تولید میکنه، هی باز تولید میکنه، عاقبت هر وقت که از افراد بازجویی شده درباره احساسشون نسبت به بازجو میپرسیدم، لحظه‌ای خودم رو جای اونها قرار میدادم. اگر اونها از خودم چنین سوالی میکردند، احساس من چی بود؟ چه پاسخی باید به این سوال میدادم؟